ماه سپتامبر قریب یک هفته در شهر وارشاوا سازمان امنیت و همکاری در اروپا مجلس تشکیل کرد و در همون مجلس نمایندگان همون باز قواهای مخالفین اشتراک کرد. لیکن این در مجلسی که در ماه سپتامبر برگزار گردید نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان دست بالا شدند. البته اینا در وسایل اخبار عمومی خوانده استادیم، فهمیده استادیم، لیکن آنها به این مسئله اعتبار نداده باز همین فتنه اغواانگیز، مقاله های فتنه اغواانگیز را گفته ایستاده، فکر اندیشه ناپاکی خود را به وسایل اخبار عمومی که اینترنت نامیده میشود اکثریت ترتیب داده ایستاده است. لیکن آنها یک چیز را فراموش کرده ایستاده است. آنها خیلی روید 10 نفر بودگیست، 15 نفر بودگیست، لیکن امروز 9 میلیون اهالی در جمهوری تاجیکستان زندگی میکنند. نهاد 15 نفر 20 نفر آدم فکری تفکری سالمی مردم تاجیکستان را دیگر کرده توانند. یا که جهان بینی مردم امروزی جمهوری تاجیکستان کلا تغییر یافتگی. امروز ما برای دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی صاحب اصطلاح یگانه تلاش ورزیده ایستادیم. جمعیتی که ما در حقیقت از جهت حقوق بنیاد، آباد، بنیادکار ساخته ایستادیم. نهاد همین 15 نفر 20 نفر همین چیز را ندیده ایستاده باشد. من افسوس میخورم، آنها هم میفهمند واقعیت را، حقیقت را میفهمد، لیکن امروز آنها بازیچه هست، در دست یک چند گروه هست که همین بازیچه شده، چشمش را کور کرده، موفقیت تاجیکستان را دیده نمیتواند. در خصلت آنها بخیلی، اغواگری، غرض پیدا شده ایستاده است که اینم برای ملت تاجیک، مردم تاجیک خاص نیست و آنها را من همچون یک نمایندگان مملکت تاجیکستان هم حساب نمی کنم. دیگر مسئله در آن است که در دوره های قدیم، خصوصا در دوره قدیم یونانی قدیم، یک گروه فیلسوفان بودند. آنها را سفیستا می گفتند. خیلی به زبان تاجیک ترجمه کنیم سفسطه گویان هستند. یعنی سفسطه گویان همین گروه ها عالمان هست که آنها اساس ندارد لیکن گپ زدن میگیرند. و من امروزنگی همون مخالفانی که در اروپا به ضد تاجیکستان گپ میزنند، سخن میگن، همین صافیستان حاضر زمان میگم یا که سفسطه گویان حاضر زمان میگه اساس ندارد لیکن گپ زدن میگیرد. برای من فیلسوفان متفکران ما امروز مردم دانشمند ما البته این سفسطه گویان را ختم میکند، من میکند، فکر اندیشه آنها به نظر نمیگیرد. یعنی مردم تاجیکستان راهی اصلی خود را انتخاب کرد. راهی اصلی مردم تاجیکستان بنیاد کردن دولت دنیوی، حقوق بنیاد و آباد می باشد.